هیچ افغان غیرتش ایره قبول نمیکنه که یک خواهر ما به او رقم به فضای مجازی حاضر شود. ایره هیچ کدام ما پذیرفته نمیتونیم که امروز خواهر ما از خودش گرفته، از خانهش گرفته، تمام آنچه دار و ندار یک زن، اصرار یک زن است، اصرار یک خانواده، راز و نیاز یک خانواده هست، امروز به نمایش گذاشته میشن. شما خود شاهد هستین. و بی‌حیایی، میتونیم وقتی بگویم بی‌حیایی بگویم انا لله و انا الیه راجعون، که آنقدر زیاد شده. بی‌حیایی در ذات خود خیلی عمل بد، مردود و قبیح از دید نظر شریعت مبین اسلام. این ظاهر شدن از هر انسان بد است، اما از یک زن بدتر است. کلمات بد از زبان